اتحادیه اروپا برای دستگیری زندانیان و افراد از محبس آزاد شده تاجیکستان طرح 2 ساله را روی دست گرفته است که برای محبوسان دوره‌های کسب آموزی برپا می‌کند. این درس‌ها بخصوص برای آن قشر زندانیان مفید است که بعد رها شدن از زندان می‌دانند که هیچ شغل و کسب در آزادی نخواهند داشت و خطر دوباره صادر کردن جنایت از جانب آنها افزایش می‌یابد. طرح حمایت حقوق زندانیان و محبوسان سابق از جانب کمیسیون اروپا و وزارت همکاری‌های اقتصادی و رشد آلمان سرمایه‌گذاری شده و هزینه آن 500,000 یورو را تشکیل می‌دهد. همچنین در چارچوب طرح حمایت حقوق زندانیان و محبوسان صادق به حیث زندانی سابق در دوشنبه، خاروخ، خوجند، قرغان‌تپه در مجموع در 10 شهر و ناحیه‌های کشور کمک‌های رایگان حقوقی رسانده می‌شود. نرگس زاکرова رئیس بروی حقوق بشر تاجیکستان گفت این نهاد با زندانیان سابق در تهیه حجت‌ها برای پیدا کردن کار، حمایت حقوقی و کسب آموزی در مرکزهای تعلیمی کلانسانی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی کشور مساعدت می‌کند. محمد محبوس سابق در کارگاه ساختمان شهر دوشنبه فعالیت کرده و معاش خوب دریافت می‌کند. وی بر رادیوی آزادی گفت که کسب دوریدگری را در کورس‌های هنرآموزی محبس رقم 1 شهر دوشنبه آموخته و حالا صاحب کار خوبی شده است. 80 نفر 90 نفر دوریدگر بود. دیگرش ماشین می‌بود، دیگر کاماور دروازه و سوارکا و نمی‌شون. اتمیه عظیمова زن سابق زندانی با دریافت 10,000 سومانی گرانت یا قرض به بازگشت پرزیدنتی در شهر خوجند برای محبوسان سابق کارخانه دوزندگی باز کرده است. این زن در سال 2013 به جرم قاچاق مواد مخدر با مدت 8 سال روانه زندان زنان شهر نارک شده و در ماه اکتبر سال گذشته بر اساس قانون عفو عموم آزاد شده است. او گفت 2 سیخ دوزندگی تأسیس کرده است و 7 زن محبوس سابق با کار تأمین شدند. وی گفت برای اشیاءهای نرم، برای بیمارخانه ها، برای وینچر، فصل گلیو، مطرح، بولیش، محصولات وطنی اخدامو، اشیاء خونم اخدامو، وطنی همش. اتمیه عظیمова میگوید در نقشه دارد مردهای کلان نظام سخت شهر خوجند را نیز به کار جلب کند. او گفت هنر دوزندگی را در محبس زنان شهر نارک آموخته است. در این محبس حدود 300 زن نگهداری شده و برای آنها کورس‌های دوزندگی، بافندگی و آشپزی باز شده است. با گفته مدافعان حقوق بشر تاجیکستان، اکثر زندانی‌های سابق با مشکل پیدا کردن شغل و هم عدم اعتماد جامعه روبرو می‌شوند. دادستانی کل تاجیکستان میگوید که بعد عفو قانون 2014 از 10,000 نفر 1000 نفر ازشان برای قانون شکنی نوبتی پشت پنجره رفتند. مقامات میگویند که واقعا هم این قشر جامعه به غمخواری و توجه خاصی نیاز دارند. ولی امکانیت‌های محدود اقتصاد کشور بازگشت آنها را به حیات سالم اجتماعی محدود می‌کند.